الو الو حاج آقا سلام علیکم. ببخشید اونجا مرکز مدیریت کشوره؟ خسته نباشید آقا. والا من دیدم کشور رو تو این 40 سال خیلی دارین عادی مدیریت میکنین، لازم دیدم یه زنگی حتما بهتون بزنم بابت همه این فعالیت‌های چشمگیرتون، ازتون تشکر کنم. بله نه آقا مگه من با شما شوخی دارم که مسخرتون کنم؟ کاملا هم جدی هستم. بله نه آخه مگه تشکر کردم بد آخه نه. چی شده؟ خب خیلی چیزا خوب شده. آره مثلا خود من همین امروز ریزگردا تو هوا زیاد بودن، گفتن که با درد شیره. رفتم مغازه سوپری عباس آقا سر کوچمون یه پاکت شیر بگیرم، گفت نداریم سهمیه است. من خودم تشکر کردم از این سهمیه بندی، گفتم خب شیر کاکائو بده. گفت پاکتی 7000 تومان. من خلاصه نخریدم. آره پول نداشتم نخریدم، ولی به جاش تشکر کردم. برگشتم خونه گفتم میرم همون آب شیر میخورم، خرجشم کمتره. دمتون واقعا گرمه. تا شیر رو باز کردم دیدم که به جای آب داره شیر کاکائو میاد. واقعا من از شما مسئولین مدیریت کشور تشکر میکنم که این حجم از شیر کاکائو رو ریختین توی لوله های آب خونه های ما که اینطوری رایگان دستمون برسه. نه خواهش میکنم آخه فقط همین نبود که از این شیر کاکائویی که برامون فرستاده بودین یه لیوانم خوردم، اما به معدم نساخت. الان آوردنم بیمارستان. نه من الان بیمارستان نیستم. از بیمارستان که ترخیص شدم گفتم یه تشکری هم بابت بیمارستاناتون بکنم. آره واقعا عالی بود، خیلی آروم خلوت. یعنی اون سکوتی که تو بیمارستانتون بود هیچ جا دیگه نبود. آره. اصلا مگس پر نمیزد. من 12 ساعت توی راهروی بیمارستان همینجوری افتاده بودم واسه خودم، اصلا نه پرستاری نه دکتری نه آبر هیچکی نبود. من واقعا باید بابت این سکوت و آرامش ازتون تشکر کنم، تشکر ویژه هم باید بکنم. بله نه خیلی آروم بود، اصلا هیچکی نبود. الان الان کجام؟ یعنی بنده الان ردیف 174 قطعه 15 بهش زهرا هستم. بله نه دیروز دفنم کردن. واقعا ازتون تشکر میکنم. این قبرتون هم حسابی جادار و گرمه. اجازه از طرف من به طور مخصوص از مقام عظما تشکر کنید بابت این اقتصاد مقاومتی. من حقیقت بدنم نکشید که مقاومت کنم، وگرنه تر خیلی خوبیه. جان؟ بله من بنده فوت کردم. بله گفتم یه تماسی بگیرم تشکری کرده باشم. الو چرا رفتی؟ قطع شو. با اینجا آنتن نمیده که، اینقدر خاک ریختن که اصلا آنتن نمیده. آقا من در صورت تشکر میکنم.